دخترای رهبرایتان است. دختر برهانالدین ربانی است. شما از کدام جهاد گپ میزنین؟ از کدام آزادی گپ میزنین؟ از کدام چیزی؟ پدر به نام جهاد مردم قتل زد، قتل عام کرد. بچهش امروز آمده در صفحات اجتماعی میگه من به نام دموکراسی جهاد چیز میکنم، مبارزه میکنم. شما در یک فکر نیستین، در یک مفکوره نیستین، در یک دین نیستین، در یک مذهب نیستین. آمدین صفایی داد روان هستین. اینی دختر برهانالدین ربانی صدقه چه دختر 100% آب در خودت میتونی باز گپ بزنی. ببینیم ما در تیک تاک است یا در صفحات اجتماعی سیر کلی خبر داره که ما مایکایتون بسته کنید در جگرتان جانم. صدا را خود به خود انعکاس میده. در صفحات اجتماعی مخالف قوم و قومگرایی هستم. کسی که به سمت کسی که به قوم کسی تاخت و تاز بکنه من مخالفش هستم. رهبرای سیاسی و جهادی و گروه و جبهه و مقاومت و فلان جای خود دارن. اینا هیچ کدامشان نه قوم شده میتونن و نه سمت شده میتونن. و یک واژه‌ای که در اینجا پیشتر در یک چیز من حق میتونم جناب اف بی آی در یک چیز حق میتونم برش. در یک لایف نیست، در چندین لایف ها ما رفتیم قوم شریف تاجیک ما را تازی خطاب کردن. من مخالفش هستم. بارها که دوستا و آشناهای خود ما در لایف بودیم از لایف پایین انداختیمشان، گفتیم که واژه را استفاده نکنین، بالای یک قوم تاخت و تاز نکنین. متاسفانه امروز در امی لایف بالای قوم و سمت و سو تاخت و تاز شد. یک آدم بیسواد کودن بدبخت که مبهام بود پیشتر اون دیدیم که به یک قوم به یک سمت توهین کرد. حق خان بود که بیادر از دیدگاه خود اگر میگم دیدگاه شخصی داره، خب خانم دیدگاه شخصی داره، یا هم دیدگاه شخصی داره، یا هم نامده که بیادر از نماینده کدام قوم باشه. یک شخص است آمده با هم نظر خود خیلی گفته، پس در این ناراحت نشیم اگه این رقمی است که قومگرایی باشه. من مخالفش هستم، من مخالف این موضوع هستم. میایم سر جناب حامد مسعود. حامد مسعود یک پنشیری است برای من شخصا. ما از آدرس خود گپ میزنم ولی پنشیر نیست. حامد مسعود یک تاجیک هست ولی قوم نیست. از افغانستان است. هر شخص فرد افغانستان حق قضیره داره که بالای از شخص انتقاد بکنه و نقد بکنه. متاسفانه در این صفحات اجتماعی بالایی که یک شخصی که وقتی که نقد میشه او را ارتباط میتن به قوم. اگر بالای مزاری انتقاد میکنیم حالا میگن به قوم شریف هزاره توهین کرد. بالای حامد مسعود انتقاد میکنیم حالا میگن که به قوم توهین کرد. بالای دکتر صاحب نجیب انتقاد میکنیم حالا که به قوم توهین کرد. این مشکلات ما در صفحات اجتماعی داریم و در اینجا ما هوایی گپ نمیزنیم، از آسمان گپ نمیزنیم. اگر راجع به حامد مسعود ما گپ زدیم انتقاد کردیم او خود سر جایش حقش دارم، حق مسلم است، گیر از ما کس گرفتن نمیتونه. توهین کردیم در دان ما انداختینش که توهینش بکنیم. آمده نه قوم ما را ماندین، نه سمت ما را ماندین، از اونمو آدرس، از اون لایف های مشخص با تصویر، نه هویت ما را ماندین. 24 ساعت توهین کردین، در زیر لایف های ما توهین کردین. بالاخره عصبی شدیم آمدیم دوش زدیم. دو که نزنیم دوش نمیزنیم. انتقاد پذیر باشین که انتقاد پذیر باشین، ولی نیستین انتقاد پذیر نیستین. مردم باعث میسازین که بیادت دو بزنن. اون در زیر لایف از عکس حامد مسعود 24 ساعت دو میزنن. خب هر کسی که باشه در گردنتان گل گردن نمندازه شما رو دو میزنه. حامد مسعود یک قماندان بود، یک قماندان جنگی بود. در افغانستان جرم کرده، جنایت کرده. اونم رقمی که مزاری جرم کرده، جنایت کرده. اونم رقمی که گلبدین حکمتیار جرم کرده، جنایت کرده. مسعود جرم کرده، جنایت کرده و دیگراش سیاف و گلبدین و فلان و بستان تمام از اینا. پس ما حقش داریم وقتی که ما تباه شدیم در افغانستان، خانه ما تباه شد، چور شد، قتل و کشتار شدیم، یتیم داریم، بیوه داریم، از دست از اینا. پس حقش داریم که امروز بیایم حتی عصبانی شیم دوش بزنیم. بر تو قهرمان از خداوند برات مبارکش بکنه. ملی یک چیز است که مربوط تمام افغانستان میشه. وقتی که واژه ملی را سرش میمانیم ایران ما نمیتونه بیاین سر ما تحمیل بکنین قهرمان ملی. بگو قهرمان پنشیر، برو میگم مبارکت باشه. وقتی که تو تحمیلش میکنی باز در وقت احساسات مردم زیاد میشه، بازو قهرمانتا از پایش میگیره، از شست پایش در فرق سرش میلگانشه. برای ما ملی جورش نکنین. یک قهرمانت است برات مبارک باشه. ملی برای من نگو. خیر و خلاص. امی میلاد شمال آمده خیلی وقت از چیز
راستی چیز آبدرهش گپ نزده. آبدره گپ میزنه بعد از او اگه اجازه بده شیر که میلاد کوتاه گپ بزنه بعد از او خودت گپ بزن. آبدره خوش آمدی. میگم خوش آمدی. بفرمایید بعد تو خاصل وقت خیلی وقت هستم اینجا. درست جانی بیادر من صحبتای بیادر را گوش کردم. اول ببخشید دیگه یه حرف میزنم دمی لایفت کسایی را بالا کو که کم ذره از واژه‌های همی منطقی صحبت کنن نرن سوی حاشیه پرانی خدای ناخواسته و کدام قومی. آبدره جگر وقتی که تو میای سگ آبدره تو وقتی که میای مستقیم برای من قوم گفته توهین میکنی. آیا اگر تو خودت در جای من بگذاری احساساتی نمیشه که به قوم تو من توهین میکنم؟ یعنی در جای من خود اگر بگذاری یعنی تو فکر نمیکنی که ما قدر احساساتی میشم باز به قوم توهین میکنم؟ جانی بیادر قند تو که هستی اسم تو جانی است اسم ما تخلص آبدره است چون از همون دره آبدره هستم. تو مستقیم مخاطب تو ما هستم. قوم من نیست. قوم ما یک قوم بزرگ است. شاید افتخاراتی هم داشته باشند کمی و کاستی هم داشته باشند. درست؟ تو بیا در خودم هرچی میگی بگو ولی خواهشان طرف قوم کسی کش نده و او مبهم بود. هر کسی که بود تو پسر که رفت ما واقعا میخواستم دم گپا از یک چند کلمه گپ هم بزنم. خب پایین انداختش کار خوب کردی دیگه. او بسیار گپای غیر منطقی آمده گفت من چون پشتونایی هستم پشتونا هستن. گپایش خیلی گپای بچگانه بود خرد بود. از ما بهترین دوستایم پشتوناست. من این دوستای از قندار دارم من لوگر دارم من کنر دارم. به خدا در روز بعدش اونمو در پولیوم استاد شده تاجیک خودم نشدم. من نمیشه که حالا کل پشتونه بهم توهین کنم. باغ است خراب هم داره خوب هم داره. یکی دوم دیگه بیشتر انتقادات میچرخه روی عامر صاحب احمد شاه مسعود. ببینه ما امی عامر صاحب احمد شاه مسعود وقتی قدر توهین میکنیم تحقیر میکنیم با همین توهین و تحقیر ما یک ذره منطقاً فکر کنیم 23 سال شده که نمی نفر توهین میکنیم که والا ای بود او بود ای تو کد چیزی از همین عظمت و بزرگی همین شخص کاسته شده با جز ما برات میگم کامل بان که من کوتاه جواب دادم. پیش از 3 سال در صفحات اجتماعی نام احمد شاه مسعود کسی نمیگرفت. میگفت خوب کده یا بد کده در گذشته کده خداوند از گناهانش بگذره. از خوبیشم یاد داشتیم از خوبیشم یادم است بدشم یادم است. چی کار کرده چقدر خدمت کرده یا نکرده چقدر خیانت کرده در افغانستان کلش یاد ما بود. ولی میگفتن که بان از طریق امی در بین مردم افغانستان یک اتفاقی نفته گذشته را میگفتیم صلوات در فکر از این مسئله کسی نبود. زمانی که جمهوریت سقوط کرد احمد شاه مسعود که در 3 سال که توهین شد خودتان در دان مردم انداخته نشن. در دان ما خودتان انداختین. در دان امثال ما خودتان انداختین. خودتان آمدین زیر دور انداختین. او را کس توهین نمیکرد بیادر. جانی بیادر مدام جان اجازه مدام دوره جمهوریت شما مخالف همی تعدیل کردن به موشیوی از اجرسون بولا بودم و دال شما هستم. ما مو وقتم چون دم دانشگاه بودیم و با بچه‌ها صحبت میکردیم بحث میکردیم میگفتیم بیا یک دیگ میمونیم خیرات میکنیم 1-4 تا نان میتیم به ارواح عمر صاحب دعا کنه بهترین راه تعدیل شه. بیا بعد یک چند روپا میریم از جمع میکنیم میتیم به همین مردمای خیریه یعنی بهترین راهش است. ولی این کار واقعا من خودم میگم مو کار اشتباه بود. یک دوم دیگه حال کسی که میاد عکس عمر صاحب میمونه و توهین میکنه تحقیر میکنه ما صفحات مجازی را دیدم. من میتونم از شخصا خودم 10 تا صفحه مجازی جور کنم عکس عمر صاحب بونم یا عکس یک شخصیت دیگر بونم توهین کنم تحقیر کنم. این خودت میفهمی که استفاده جویا هستن. و یک گپ دیگه خان بیادر ما گفت که ما قبرشون بریم تخریب میکنیم میشام میکنیم موشام میکنیم. ما بیادر فعلا زور داریم و قدرت داریم. درست زور داری قدرت داری. من میگم برای می قبرش کمی تراکتور لدم بیخ بنیاد گم کو بیخم تپره در دریا پرتو همین نام و نشانش تو گم کده میتونی. همین محبوبیتی که در بین قوم بزرگ داره به نام تاجک تو همین را گم کده میتونی. نمیشه که ما بریم سینی هر کسی بشکافیم بیادر بگوییم تو احمد شاه مسعود 2000 یانه بیا که ما میره عزتتون میکشیم. درسته ما به تو احترام دارم. تو بیخی بیادر ملاومه را بیادر بلا تشبیه پیغمبر بگو میگم صحیح. تو که اونو را بیادر قبول داری ما احترام دارم بهم شخصیتش و همون بیادر طرز و فکر و دیدگاه تو هم به طرز و فکر دیدگاه می احترام داشته باش. ما نگفتیم که احمد شاه مسعود بیادر بالای تو یک جانی هزاره بقبول نمیش که قهرمان ملی بود باید تو را قبول کنی. نگو قبول بیادر.
شاید تو هم یک کسی را دوست داشته باشی الگوی خود قرار داده باشی، تو نمو را برو بیادر قبول کو، تو نمو را دوست داشته باش. کسی به زور سر کسی شمشیر نگرفته. این قبول داری جانی بیادر؟ ما تو را بگویم که تو چیز نام چیز برادر؟ ببین نام ما بیادر عنایت الله است. عنایت الله هزاره بگویم خوشت می؟ چرا نمیاد؟ ما که تا هزاره نه خب از اون منطقی اتو نه که ما بیم آشیا برین که من میلی هستم خیر هزارام که بگویم نه. اگر من یک نفر بگویم که بیادر تو جانی بیادر کجا قنداری یا فلان، اگر از نگاه منطقیش فکر میم نه او برادر هویت ما از فلان جای من فلان نفر هستم. وقتی که تو میلی میگی نام میلی را سر از ماندی خودش یک تحمیل است، این خودش تحمیل کردن است بالای مردم افغانستان. خشم مردم از یاد میکنی. جانی بیادر خواهشم صحبت های مرا گوش کن. یک موضوع و موضوع دیگه ببین برادر آبداره، یک موضوع دیگه که گفتی از شخصیتش کم و زیاد نمیشه. اینقدر که ما دو زدیم بجز از توهین کردن و دشنام دادن ما میگذاریم کنار. دشنام این کار درست نیست. من خودم میره تایید نمیکنم کار درست بوده. عصبی ساختین، دو زدین، به فامیل ما تهمت زدین، آمدین بیادر خط سرختان پیدا کردیم. ولی در کل در این 3 سال ما قدره که در اینجا سعی تلاش کردیم برای 4 تا جوان کردیم که برشان نشان بدیم، برشان بفهمانیم، فکرشان روشن بسازیم که همچین اشخاصی بودن که افغانستان چور کردن، مردم قتل عام کردن، در افشار سر زنا را بریدن، سر طفل بریدن، خانه هندو را چور کردن، سر زن هندو تجاوز کردن، دخترها از مکریان سی خود پایین انداختن که سرشان تجاوز نشه. تو آمدی تو سفید نمایی میکنی که توبه نعوذ بالله مچا مسعود تو پیغمبر بود. نبود برادر، یک چور چپاولگر بود، یک انسان بود. یک دقیقه مسعود سوال میکنم. یک انسان چور چپاولگر، یک انسان زناکار و یک انسان لواطتکار. چرا؟ من ندیدمش که لواطت کرده باشه، من ندیدمش که زنا کرده باشه. حالا ببر تو دلیل میگم. گلبود نعمتیار به نام قصاب کابل معرفی است یا نه؟ بله. تمام مردم افغانستانی را میگن. سایکو گلبود نعمتیار خود دیدی که راکت فایر کرده باشه، مردم افغانستان قتل عام کرده باشه؟ نه. کی کار کرد؟ افرادش. چرا خیلی قصاب کابل میگن؟ چه به خاطر گلبود نعمتیار افرادش کار کرد. افراد هم مسعود چیکار کرد؟ زنا، چور، چپاول. پس خب بنابراین ما میتونیم لقب هم مسعود بانیم زناکار، لواطتکار، چور، چپاولگر. جانی بیادر امروز اگر تو هم دیده باشی، سعی کن من مثال های چند روز پیش هم میتومد ایره قناعت کو جانی بیادر. 2 سرباز اسرائیلی اومد یک جسدی از مجاهدین فلسطینی از بلاک پایین انداخت. این جرم فرد شد یا مکمل ارتش اسرائیل مردم زیر مکمل شورای نظار؟ من چشم دید خودم میگم، من تاریخ نخواندم، من کتاب نمیخوانم، من سواد کافی ندارم کتاب بخوانم. من چشم دید خودم میگم تجربه بسیار کافی دارم. جرم جنایت شورای نظار با 2 چشم گناهکار خود دیدیم. چقدر چور کردن، چقدر بیادر تجاوز کردن، چقدر خرابی کردن. ایران رو با چشمای سر دیدیم. جانی بیادر اواره که با چشمای سر دیدی، او سربریدگی هایی را که در کون داکسن در میدادن او را با چشم سر دیدی یا نه؟ بله. او کوکای او میخای را که در سر میچوکیدن او را با چشم سر دیدی یا نه؟ تایید میکنم. او سینای زنار که میبریدن در بیله را جوش میدادن او را تایید میکنم. چرا خیم نگاه چرا خیم امروز آمدین انیمیداری را میگرده در یک نقطه استاد میشه. بله این سر اصل مطلب آمدی. دختر مزاری امروز کدام گروه تشکیل داده؟ مقاومت میکنه؟ امروز خود شما آمدین که دهه 70 یک دقیقه شما خود امروز آمدین که دهه 70 بالای ما دوباره تکرار بکنین. دختر مزاری آمده که دهه 70 دوباره بالای ما تکرار بکنه؟ نکردنی؟ شما آمدین این رو تکرار میکنین. وقتی که شما آمدین دوباره تکرار میکنین اجازه را براتون هیچ کس نمیده. بیبی وقتی که یک جنبش استاد میشه در مقابل یک حکومت یا یک گروهی، حتما و از خود اهداف دارد، حتما از خود بیادر کدام پرانسیپ برنامه دارد. تو میگه امروز یک دقیقه داره آرام کدت گپ زدم. وقتی که طرف منطق نریم، منطقی صحبت نکنیم. امروز میگی که یک اهداف داره احمد مسعود زمانی که در پنشیر میرفت یک دقیقه ببخشید مزاحم گفتم من نماینده جبهه مقاومت هم نیستم، نماینده طالبان مجبورم نساز که پایین پردم.
در نوبتت میتونی گپ بزنی. من میزبان هستم، نوبت میگیرم، من نوبت میگیرم، گپ خودم میزنم. احمد مسعود زمانی که در پنشیر میرفت سخنرانی میکرد با 500 600 نفر در اونجا جمع میشد سخنرانیش گوش میکردن. این خودش یک قدرت بود که داشت، او قدرت فعلا از دست داده. به خاطر قدرت اونمو قدرت خود می جنگه. در خانه امرالله صالح 5-6 میلیون دلار پیدا شد، خشتای طلا پیدا شد. چقدر دیگه گورکدگی دارن به خاطر از اون می جنگن. احمد مسعود 8800 متر مربع. یک دقیقه جانی نمیدونم. افغان کسمی را میوت کو. کی نه؟ امی اونایی افغان است گوی کسمی را میوت کو. خب افغانی یکی دیگه کی هست؟ نمو یک دان از بنام یونایی چیز من از خود مزاتوی میکنم که همین بس خراب میشه. من خودم میوت کردم، ببخش. گوش کن. 8800 متر مربع زمین در شیرپور احمد مسعود زمین چور داره، به خاطر زمین خود مبارزه میکنه و دیگرایش همچنین. در کدام زمان در فکر ما میگیم به نام آزادی میجنگن، کدام آزادی رو میگی برادر قن؟ در دهه 70 به نام آزادی، به نام بیادر هویت، به نام قوم، به نام زبان مردم فریب دادن. کاکا سیاف نمیگفته که کد کفر عربی دست دادن حرام است، بغل کشی نکرد، عیش و نوش نکرد، کدش در کاسه نشش نان نخورد. مثل از او به صدها دانه جهادی دیگه تون به نام جهاد آمدن شما مبارزه کردین. صبر کن، شما را در اینجا نشان بدم، در فیزیکی نشان بدم. در روی دخترای مردم آمدن تیزاب پاش دادن، تیزاب پاش دادن که اینا ایجاب ندارن، اینا فلان ندارن، اینا بستان ندارن. وقتی که آمدن تکفیر کردن حکومت دکتر صاحب نجیب، شما تکفیر کردن. اینی وضعیت دخترای رهبرایتان است. دختر برهانالدین ربانی است. شما از کدام جهاد گپ میزنین؟ از کدام آزادی گپ میزنین؟ از کدام بیادر چیزی؟ پدر به نام جهاد مردم قتل عام کرد. بچهش امروز آمده در صفحات اجتماعی میگه من به نام دموکراسی جهاد چیز میکنم، مبارزه میکنم. شما در یک فکر نیستین، در یک مفکوره نیستین، در یک دین نیستین، در یک مذهب نیستین. آمدین صفایی داده روان هستین. اینی دختر برهانالدین ربانی صدقه چه دختر خود جمع کردن نمیتونه. در روی دختر مردم تیزاب پاش میداد، به نام جهاد، به نام اسلام زدن مردم تکه تکه کردین. کمونیست میگفتین که چیز است کمونیستی. خب این درست معلوم نمیشه. گمش که یک سکل دیده دختر شهید دکتر صاحب نجیب است، اینی هم دختر برهانالدین ربانی است، کونش هم لوچ است، سرش هم لوچ است. اینی پدر از اینی را به نام کمونیست شما آمدین در اینجا کفر گفته بگرفتین، حکومتش چپه کردین. دخترای خودشان کونلوچ میگردن. این چه رقم جهاد بود که دختر کمونیست میبینی که تمام ایجابش بیادر تمام چیزش پتکدگی است، دختر جهادی رو میبینی کونش لوچ است. شما تا چی وقت مردم فریب میدین؟ تا چی وقت میخواین که مردم افغانستان فریب بدین به نام اسلام، به نام جهاد، به نام آزادی؟ تا امروز که تو عکس آمد مسعود بالا کردی، تو فکر نکن که مردم سر شما خبر نمیشه. عکس آمد مسعود شما گاو شیری جور کرده بودین، دوشیده میرفتین با عکس آمد مسعود چور، با عکس آمد مسعود مواد فروشی، با عکس آمد مسعود لوچکی، با عکس آمد تا امروز این کارا کرده روان هستین. تا امروز با عکس آمد مسعود بدماشی، با عکس آمد مسعود جنرال شدین، با عکس آمد مسعود قهرمان شدین، با عکس آمد مسعود قماندان اوضاع شدین، امر اوضاع شدین. تا چی وقت میخواین مردم فریب بدین؟ بستان از دیگه. اجازه جونی بیادر چیز آب درا بیادر، وقت زیاد گرفتم میشه، من زیاد گپ زدم. شعر اجازه میتیم بعد از پیش میریم. شعر خوشم ده یک کلمه خلاصش میکنم، بسیار ببخشید. ده یک کلمه بیشتر گفتیم ما بعد ده 70 بر نمیگردیم. اولش که من از کدوم جبهه پشتیبان میکنم، من گفتم مگه اونا میجنگن شاید از خود برنامه و کدوم پرانسیپ داشته باشن. من نگفتم که من نمایندهشون هستم برنامه‌اش به شما تشریح کنم. یک دوم دیگه بیادر کسی بعد ده 70 بر نمیگرده. دهه 70 مردم درس نخونده بود، تحصیل نکرده بود. مردم بیادر به نام دین هر جنا استفاده میکنه، تنها شروع نزار. مردم بیادر از مدرسه پاکستان می آمد، سرش فتوای جهاد میدادن که مردم افغانستان کافر شده بره بکشیدشون. خود چرا نمیگی؟ چرا صبر کن؟ چرا نمیگی؟ یک دقیقه چرا نمیگی؟ زور در اینجا میته. در 1353 1354 آمد مسعود در کجا بود؟ تجهیزات نظامی، تعلیمات نظامی در کجا شد؟ در پاکستان نشد. مردم پنشیر تا خود پاکستان دوباره ندواندنش. قبر پدر مادرش در کجاست؟ در پاکستان نیست. لقب آمد مسعود کی داده؟ در پشاور پاکستانی‌ها برش نداد. چرا نمیگیم که یک پاکستانی بود که آمدین تا پیش در جان دیگه کس میزنی؟ خود جان بیادر فرض میکنه محمد شاه مسعود پاکستانی، یک پاکستانی بود، گپتان قبول. درست؟ امروز ما همی حکومت را که فعلا داریم، تو بیشتر از همی طرفداری میکنی ای به کدام جناس؟ تو برای من معرفی کن.
من میبینم که یک گروهی که امروز به نظام تبدیل شده تا دین روزه 47 کشور شما آورده بودین، کشور فروخته بودین، اینمی گروه که تو گروه میگیشه که امروز به نظام تبدیل شده آمد 47 کشور کده غلامش کده سک مگش دوان تا فرانسه و تاجیکستان و کولاب. امروز آمده حکومت میکنه، جاده مرا جور میکنه، خوشتپه را جور میکنه، سالنگا را جور میکنه، هزار رقم خدمت به مردم میکنه. شاردگی خودم داره، مکاتب بسته کرده تا خون در رگ بسته که انتقاد میکنه مکاتب چرا بسته کردی. بجز از مکاتب تمام کاراشان خوب است. تو کجاست انتقادت؟ چی کرده برای تو؟ اگه پایانتون کابل گفتیم تاریک تو زدی، پایانتون کابل قلعه فتح الله رو گفتیم تاریک تو زدی، ثبوت داریم، اسناد داریم. دشت برچی رو گفتیم تاریک تو زدی، دشت برچی رو در گردن امارت انداختی. زایشگاه رو تو زدی، زایشگاه رو خب یادر داعش در گردن گرفت. داعش کیست که اینم داعش نشانت میدم که داعش کی است. چرا چشم پوشی میکنین؟ چرا مگریزین؟ هر طرف میرین بیادر حقایق چرا بیان نمیکنین؟ کلی آدم خراب میکنین. این حالا ما برای داعش نشان میدم که داعش کی است. وقتی که زایشگاه کابل ازت داعش گردن گرفت، 12 نفر در دایکندی سر بریدن، داعش در گردن گرفت. اینا نشان میدم که داعش کی است. چرا نمیگین؟ چرا چیز نمیکنین؟ ویدیو ثبوت است، اسناد است، به زبان خود در زیر برج ایفل با عکس محمد شاه مسعود احمد مسعود که کد خود از این احمد مسعود نشست و برخاست داره، واحد نجان نشست و برخاست داره، تمامشان که از این میشینن میخیزن کن پیوندی دارن. این طرف با صدها نفر آمد در زیر برج ایفل گفت من داعش هستم، ما داعش هستم. گفت کلن زایشگاه کابل کی زد؟ داعش. پایانتون کابل کی زد؟ داعش. 12 نفر که در دایکندی امروز سر بریدن کی زد؟ داعش. از این چیز تا نمیگین آمدین خدا شیر مادر باره برای ما پاک معرفی که در وانستین. به شیر خوش آمدید. آب داره ایلاکو پشت آب داره شیر خوش آمدید. تو احساساتی شدی بسیار خوب. نه دیگه اگه یک شخص برد در اروپا و قسم بر رسمیت بگوید که من داعشیستم سرش هم میزنن 4 تا قرآن هم که نمیال در کمر تو بسته کنم تو در اروپا گفته نمیتونی که من داعشیستم. چی کده؟ گفتم اگه یک شخص برد در اروپا بگوید که من داعشیستم بدون کدام محکمه سرش هم میزنن. اگه 4 تا قرآن هم بیاریم کمر تو بسته کنیم تو همی تو گپ نمیتونی. اگه ویدیو رو کشیدم برای نهایت قند نمی کل بیناموز که اینجا استاد است نمی به میدان خود نمی. من امروز نرفته بودم نمی مراسم نرفته بودم، 1 سال پیش رفته بودم. می آمد اینجا اعلام کرد که ما هم فکر داعش هستیم، داعش چیزی که میخواد ما هستیم، پس ما و داعش هیچ فرق نداریم. این نمیدونی ما که دلش از اینجا گپ میزنن. در پاریس است، در نزدیک برج ایفل در شانزلیزه گپ میزنن. درست. مثلا اینجا معلوم میشه که داعش هم دست همی کشورهای اروپایی یک تحویلشون میکنه. پس خب کل از یک دست اینو از بنیادش داعش کلش هیچ بوده. این کسایی که بیادر قدر اسلام میگن و ما بیادر مسلمان هستیم کل یاد دست کرده امریکا هستن بچه کاکا، کل یاد دست کرده غرب هستن. یک از یا مستقل نیست. اگه نالو ما یک جمله بگویم با جانی بیادر و احساساتی میشد با 1 ساعت 4 تا عکس دیگر والا میکنم. من احساساتی نمیشم، من زمان احساساتی میشم وقتی که من میایم میگم حزب وحدت جرم کرد، جنایت کرد. وقتی که تو برای من میگی که این کارا رو کرد من خود تو هم نظر میشم. وقتی که میگی که بیادر گلبدین حکمتیار هم نظر میشم. تمام از اینا جرم کردن، جنایت کردن، هم نظر میشم کرد. پس لطفاً خائن خودتون بگو. یک انسان قاتل، یک انسان جنایتکار که ما دل ما یخ کنه و برادر میاین کله مردم بیادر خائن معرفی میکنین باز از خودتون که قدر جرم جنایت کرد، چور کرد، چپاول کرد، شیر مادر واره پاک قهرمان بیادر در تخریب کابل در جنگای داخلی کل جناد داشت. نباش که دلت یخ کنه. چرا باز امروز چیز قهرمانه؟ گلبدین حکمتیار قهرمانه که محمد شاه مسعود قهرمان. بازی را ما توی قضاوت نمیکنه، میره تاریخ قضاوت میکنه. چرا تاریخ قضاوت بکنه؟ در مقابل روس مولوی صاحب عمر جهاد کرده، گلبدین حکمتیار جهاد کرده، سیاف جهاد کرده، تمام از اینا جهاد کردن. خیچرای دیگه قهرمانه که یک نفره که فقط در پنجشیر جهاد کرده، از دروازه پنجشیر نبر آمده، از دروازه پنجشیر در هرات باستان ما 24,000 شهید داشتیم در زمان روس. محمد شاه مسعود کجا بود در اون زمان؟ در پنجشیر بود، از خانه خود دفاع میکرد. یک نفر که خودش پروتکل پنهانی داره، پروتکل پنهانی که در خود روس پسته های روس در داخل پنجشیر است، میگه پسته های از اینا تلاشی نشه، اونو طرف قهرمان میشه که خودش پروتکل داره.
مایده داره که روز مایده پنهانی داره. امروز میاد برای ما قهرمان ملی میشه. قهرمان ملی رو کی برش داده؟ در لوی جرگه آمریکا برش قهرمان ملی داده. آمدن سر مردم افغانستان تحمیل میکنن. ملی شوردار بگو قهرمان پنشیر در پیرت سلامی میزنم. جرم جنایتش رو رقم که من قبول میکنم. از خود قبول کنم. صحیح بیادر گپای تو قبول. ما سر کسی تمویل نکردیم، ما کسی را نگفتیم که قهرمان ملی تو باید قبول کنی. ما احترامش داریم، دوستش داریم، به مکتبش دوست داشته باش برادر. دوست من نگفتم که دوست نداشته باش برادر. من نگفتم که دوست نداشته باش. ما هم نمیگیم در میدون. من نگفتم که دوست نداشته باش. مفکوره شخصیت است برادر. یک دقیقه برادر، یک دقیقه. مفکوره شخصیت است. دوستش داشته باش، در دان مردم نندازشه، از عکسش بزنس نکو. 23 سال از فوت که رفته پشت کار خود. برو یک کاسه نان در دست یک گدایگر بده که همون خیر ببینه، در حقش دعا بکنه. عکسش بالا میکنین، تا میرین بالا میرین پاچقر، عکسش در پشت موتر، عکسش در اینجا. چی گپ است؟ خانه خیرت باشه. خب این رقمی که باشه. خب افغانی که هیچ عقل نداشته باشه، یک افغان یک فرد یعنی هیچ عقلم که نداشته باشه، میگه طالب سگش سر شما شرف داره که رقم هستین. جانی برادر، او کسی که کار میکنه، عکسش بالا میکنه، پاچه بلند میکنه، او کسی هست که عامل امی میشه که مردم بیاد بعد بگویندش، دو بزنندش، چه خودش هست چه همون کسی که عکسش بالا کرده هم از شما مسئول است. تو مردم ها که تمام محاسبه نکن. ما نصف عمر ما در حالا بچهش ما خود در عموم میبینیم، در عموم مرام میبینی. توی ببین مثل ازی میمانه که از میلیون نفر یک نفر بگی که ما هم هستیم. در بین میلیون نفر تو هم گم میشی. بیادر بگذاریم آبداره. خودت بیادر منطق داری، شعور داری، فهم داری، خوبم میفهمی که من چی میگم، ولی تیخ نمیاری. من میفهمم چی میگی بیادر. متاسفانه یک خواهشان با من که قطع میکنم. ما خودم میرم میفهمم. ما تو بر میگردیم به سال 70 75 76 تا سال 80 میگیم که همه چون مسعود زنده بود. ولی از 80 به ایسو که چقدر نسل جوان ما کشته شد به نام دین، چقدر نسل جوان ما فراری شد، چقدر بیادر بیده سپاه شد، چقدر زن یتیم شد، چقدر زن بیوه شد، چقدر مرد یتیم شد، چه داغی به دل مادرای ما ماند. اینی را ما نمیگیم که اینی جرمه که ای را میندازیم گردن اینی بیادر. نه اینه ما برات میگم. من یک کوتاه میگم، سه کوتاه 10 ثانیه. جانی اما قدر صحبت شد در اینجا دیگه دوستان ما برادر محترم، سیاست‌های غلط نه سیاست‌های غلط سیاسون خودتان بود. چرا از پیشتان شاری دال دیگه خم نمیشه بیادر ما را چی؟ شاری از پیش خودتان. خان بیادر احترام کل تمدار و طرف جنای نیست و ما میگیم. خب خیر من یک جمله میگم یک جمله برات میگم که این مسائل خلاص شود. مسائل مکتب ما میگذاریم کنار، باید اصلاحات بیارن، باید انتقاد بکنیم که همین باز شود. از این که اگه ما بگذاریم که تو بخیم هم نظر میشم میگم طالب جرم کرد، جنایت کرد، تا دین روز جرم کرد، جنایت کرد، امروز آمده آباد میکنه. تو تا دین روزم جرم جنایت میکردی، تا دین روزم جنگ دامن میزدی، هنوزم در فکر جنگ هستی، هنوزم در فکر جنایت هستی، هنوزم در دامن خارجی هستی. آبداره ببخش. نه دیگه نمیشه. بازی جدن دوستا خیلی منتظر. شیر بچه صحبتات تکمیل کو بریم پایین بریم. میلاد شمال هم تو سروش آمده باز چیز سلام علیکم. شمال کلا بازم سلام برشون میگم. از یک سر ما فقط اینقدر میگم ما شما که آمده این دینی تیک تاک 24 ساعت چیغ میزنیم زنده باد طالب و زنده باد تماشا مسعود، زنده بادی و زنده باد تو. خود ما در کجا هستیم؟ از 100% این بدماشای تیک تاک که در تیک تاک است 99%ش اروپا است. 99%ش فکر کنم 90% از کیسش طالب است که اینجا آمده. اگه پشتون باشه، تاجک باشه، ازبک باشه، هزاره باشه. بازی هم چیغ میزنیم که طالب خوب است، مچه میدگیش خوب است، اوش خوب است یا اوش خوب است. هر کسی که پشتی طالب است، پشتی همشا مسعود است، پشتی هر کس از بردن افغانستان امی کارهای خودک در تیک تاک بکنه. من نر میبینمش، نر مرد اونو آدم میبینمش که پر اونجا در تیک تاک لایو به از یک جناب را حمایت کنه. اینم که گفتنی ما بود. خلاص تشکر. 100% کیس ما در اروپا که آمدیم طالب نبوده. در اون زمان طالب هیچ کدام
قدرت نداشته. زمانی که ما در اروپا آمدیم که اسم بسیای تو قرآن به لا اله الا الله محمد رسول الله آمد شاه مسعود است. در این اینجا پروتکل هم که باز شوه یک نفر اگه شکایت هم بکنه پروتکل مرا میبینین. آمد شاه مسعود مرا در افغانستان بدبخت ساخت، خانه ما چور شد، دستکای خانه ما را بردن. بیادر کیس ما آمد شاه مسعود است. خدا و راستی سینه براتون قسم میخورم. اجازه باشه من میرم جانی بیادر، خداحافظی بگیرم، امرای دوستا میرم. عکسشون معلوم نیست، نامشون معلوم نیست، جایشون معلوم نیست، هیچ چیزش معلوم نیست، فقط یک عکس زده اومده 24 ساعت یک نفر محکم میگیره چتیات بگو. جانی بیادر من خداحافظی بگیرم امرای دوستا که با نگویی که جواب ما رو ندا پایین رفت، چون کار دارم میرم. جور باشه جانی بیادر خوش آرام باشه، جور باشه. من مخالف هیچ جنایی هم نیستم. ما فعلا به صفت یک پنجشیری یک نسل جوان تحصیل کرده یهود بیا به وطنم خدمت کنه، ولی مسلمان نه به اثر دین معامله کنه. ای آفرین. ما کدام یهود بیا وطنم آباد کنه، من مسلمان میرم زیر سلطهش همونجا کار میکنم، ولی مسلمان نه بیا وطنم در معامله نکنه. ای آفرین. معامله کردم در افغانستان. خوش آرام باشی جانی بیادر، خوش آرام باشی. تایت و رایت، خدا حافظت. زنده و سلامت باشی. تشکر آبداری از خود تشکری میکنم. معامله‌گرم در افغانستان معلوم است، خدمتگارم معلوم است، تاریخی را بیان میکنم، ما چشم دید خود بیان میکنیم 100%. شعر صحبت کرده که سروش خودت پیش آمده. نه میلاد شمال پیش آمده. میلاد شمال و صحبت‌های کوتاه بکنم دوره بزنیم سر دوستو. درست. سلام عرض ادب خدمت کل بزرگوارا، خدمت خود جانی صاحب، خان صاحب، سروش و دیگه دوستا. جانی عزیز، ما شما اگر واقعا ببینیم از این تنظیمایی که ما شما داشتیم ما کدام خیر ندیدیم. وقتی که حکومت دکتر نجیب الله بود در او وقت اقتدار افغانستان بسیار بلند بود، مردم سرمایه داشت، کوپون داشت، قدرت نیروی نظامی ما بیشتر بود، ما بسیار در یک حالت خوب قرار داشتیم. متاسفانه اینمی احزاب تنظیما تنظیم خیستن به اندازه خیانت کردن کابل عزیز افغانستان توته کردن و امروز در حالی که امرای اجا باید محکمه عدالت امرای اجا صورت بگیره، به خاطر اجا که یا ناقضین حقوق بشر هستند یا جنایتکارای جنگی هستند یا به اندازه جنایت کردن که کابل عزیز توته کردن. فیلم ها حقایق کلگی است. امروز ما بسیار متاسف هستم یک تعداد کسای میره از یک جنا و از یک کس دفاع میکنه. برادر عزیز، تاجیک بسیار یک قوم بزرگ است، با یک رهبر نمیشه. یک رهبر قومیت یک نفر تغییر کنه. در تاجیک بسیار آدمای فهمیدم است، آدمای است که سر از وای حساب میشه که نامگم هستن، نام از وا سرزبانان نیست دیگه. امروز اینجا یک تعداد آمده از مرده ها دفاع میکنه. برادر امی کسی که مرد فیلمش سوخت، فیلمت که سوخت برو دیگه، کارت خراب است دیگه، رفتی دیگه، از این دنیا رفتی دیگه. یک تعداد برادرای ما هستن متاسفانه از عکسای رهبران جهادی استفاده میکنن، میندمی مجازی با مردم تاخت تاز میکنن، دشنام میتن و دیگه میکنن و مردم امور از یک آدرس سیل میکنن. مردم کوشش کنیم متنفر از خود نسازین، با یک عکس پروفایل خود بیاین، فحاشی نکنین. مردم هیچ وقت به کلانتان تاز نمیکنه. و در آخر یک گپ اضافه میکنم، یک دوست ما بود صحبت کردن، اونا همیشه متزلزل هستن، استحکام نداره، خود زود موقفای خود تغییر میتن. یک وقت بود اینمی FBI اینمی میامد در لایفا از پشتونها دفاع میکرد، حمایه میکرد، دیگه استقرار نداره. می جوان آمد اینمی به دو ولایت بزرگ ما توهین کرد، تحقیر کرد، به ولایت بزرگ قندهار، به ولایت هلمند توهین کرد. و این جوان ما برازی گفتنی ما اینمیز کوشش کنم یک جناره که گرفتیم مثل مرد دوره سایک آقای جانی سرم یک سخن خود تا که زنده است استاد است. مردی دوستی کتن تا آدم ها مزام میته. من خودت می یک وقت از یک بیزی یک قومون که میگیر باز از دیگه کوشش کنم این کارا رو اعلا بته. اقوام افغانستان کلگی برابر و برادر هستن. اینمیل در افغانستان اگه سابق بود تاجیک، ازبک، هزاره، ترکمن در پولیه که دیگه برادرانه زندگی میکرد. دیگه توی جمعه به قوم بزرگ تاخت و تاز میکنی، توهین میکنی. واقعا متاسف هستم برات. ویدیوهای تاز دیگه تاز
دیگه جانی عزیز وقت نمیگیرم، اگر این صحبت من زیاد دارم دیگه، از اینکه گفتی فشرده صحبت کو، مهربانی. تشکر شمال عزیز، از خود تشکری میکنم. سلام وطندار بیادر، خوش آمدید. چی اول داریم؟ پیشتر گفتی اجازه است که من فکرم شد با دوز من گپ مشغول شدم، باز رفتم ببینیم به زیر لایف هستی، باز من دیدم که هستی که درخواست دادم برد. سلام احترامات خدمت تمام دوستان در لایف. ما امی جانی دمی چند وقت ما متوجه شدیم امی تون صدای امی مردم ها یکمک تغییر کردن، نرم شدن، اما بسیار تیز، نرم تیزبر هستند. متوجه باشین بیادر به قول مو برادرای لغمانی ما که باز نغلانند، یک تعداد از این مردم ها پای بردن اما نمیخواین اما اقتدار خود از دست بدن. تا بالا هم در مخاب خیالی که بودن هستند. با امید از که شما باز گول از این مردم ها را نخورین، باور به والله بکنین که اینا دوستیشون مطلق دی شک است، دشمن که بودن هستند. امی بیادره که پیشتر آمده بود در ارتباط به افغانستان صحبت نمیکرد، اگر متوجه باشی تمام صحبتایش و در آخرم هدفشی بود که بگویتانه که آرمان آرزوی جوانای پنشیر اینی است که در وطن ما یک آرامی بیایه و اسلام پیاده شوه و اگر یهود هم سر ما تسلط می داشته باشه فقط وطن ما را جور کنه. این تمام از این گپای از اینا بیادر مطلق آشکار وایداست. بازی نخورین، اینا ذهنیتشون اونمو چیزی که بود است، تغییر نمیکنه. ما که در اروپا هستیم و کسایی که در امریکا هستن از این گپ ما حتما متوجه میشن که من چی میگم. از یک عکس که به گفته کلگی و در حقیقت می است که تقریبا حدود 30 سال میشه که مرده، اینا به جای لیسانس از او استفاده میکردن، به جای لیسانس سلاح از او استفاده میکردن. بخش من سیگرت میکشم کامرا دارم بفرم. خواهش میکنم. به جای قانون از عکس از او زور میگفتن و غصب میکردن، دخترای مردم هم میبردن، بچهای مردم هم میبردن، فحاشی میکردن، بی‌شرفی میکردن، بی‌وجدانی میکردن. کلشون زیر یک بیرق، زیر یک عکس بود. حداقل اگر از گذشته ها بگذاریم، به خاطر که کسایی که در لایف میان حضور پیدا میکنن کلشون تقریبا بچهای جوان هستن، در بین 20 و 30 سال عمر دارن. اگر از او گذشته های تاریک تیر شویم، همین 20 سال گذشته را شما در نظر بگیرین، همین 20 سال گذشته حقیقت است که نباید چشم پوشی کرد. کسایی که در گروپ های مختلف بودن، در اعضای مختلف بودن، کلشان ظلم کردن. اما این مردم، ظلم از این مردم مطلق بیرقی بود بیادر، مطلق بیرقی بود. ظلم میکردن، تشدد میکردن، بی‌شرفی میکردن، بی‌وجدانی میکردن. البته یک طبقه مردم بودن، اونمو کسایی بودن که در یک مکتب خانه بودن، از یک مکتب خانه استفاده میکردن و امروز اونمو مرده که مرده او را بزرگ میشمارن و میگن بزرگ ماست، بزرگ قوم ما بوده و برای ما خدمت کرده. شما یک چیز از اینمی آدم و یا از این پیروان از اینا برای ما نشان بدین که یک اتحادیه داشته بوده باشن در افغانستان به خاطر خدمت برای مردم خود. یک جای بوده باشن که از زیر نام از اینمی آدم استفاده کرده، یک سرک جور کرده باشن، یک مکتب جور کرده باشن. دمو منطقی خودشان براتون میگم. از افغانستان مطلق میگذاریم. یوتیوبرها میره در منطقهشون، یک طفلی که شاید 8 ساله یا 9 ساله باشه از بسیار دور به نظر میآید که در سرش بانگی است و سر از او بانگی او میخواهد که از اون منطقه که گرفته با منطقه خود ببره که تقریبا 2-3 کیلومتر مسافت داره این دو منطقه، همون دو قریه که است و منتظر از او آدم می باشه، از او بچه می باشه. همین یوتیوبر کدش مصاحبه میکنه، میگه کجا رفته بودی؟ میگم اون از اونجا من رفتم کاو بگیرم. میگه کجا میبری؟ میگه اونجا خانه ماست. از زیر یک دامنه کو به زیر دیگه دامنه کو او آشومدنی که در دسترس قرار نداره، اونو طفل خورد با اونمو مشکلات او به خانه خود میبرد. او یک ویدیو بود، یک بچه یک بود که ما دیدیم. اینمی قریا مطلق اینمی قسم دینامت یک حالت بودن. ما در مجموع مسئله کابل بیخی از یاد ببریم بیادر که چی ظلم کردن، چی بدبختی‌های را کردن. اینمی طبقه مردم زیر از اونمو نام و از اونمو مکتب خانه به مردم خودم رحم نکردن و نمیکنن. امروز اگر آمدن اینجا گردن خود پت میکنن، میگه بیا ما برادر هستیم،
این بیادر اونمون مسئله است که میگه زور است که زور کاکاست که دنگور داغ تاکاست. اینمی مردم پای بردن، همه چیز از دست بردن، از دست دادن و دیگه به دستشان نمیان. حالا مجبور هستن که هزار رای ممکن بیاین بگه ما بیادر افغان هستیم، یک بد کرده بودیم دیگه افغان هستیم، یا هیچ وقت افغان شده نمیتونن و بیرقایشان همیشه بالا بوده. تشکر. جور آرام باشی، سلامتان دار. تشکر از نظرت. جیار بیادر خود بچه ها تا خوش آمده. چی حال داری؟ درود و سلام خدمت خودت جانی عزیز، دوستی ما که در بحث و بینندای پای لایفت. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشی. بالاخره ما از صحبت های قبلی دوستا متوجه تازه وارد لایفت شدم، اما دوستای عزیز ما که در آخر صحبت که صحبتاشون نشنیدم. دوستی عزیز چیزایی که گفتی یک سری یا شما تایید میکنم، خب یک سری دوستا مثلا قهرمان سازی کردن، اما 100% دیره با موافقم که در مناطق خودشون کوچکترین خدمت نکردن. اما خب مردم هم تاثیرات و فرهنگ هم تاثیرات خودش داره. اما یک چیز برای دوست عزیز من بگم که درسته، مثلا مناطق من هزاره با افتخار، من یک هزاره هستم، به هزاره بودن خود افتخار میکنم، از سرزمین افغانستان هستم. اما من فقط در یک ولسوالی 60 تا بند آب جور کردم که در بسته افغانستان در تاریخ 60 تا بند آب جور نشده. من هزاره ای هستم که در مناطق ولایت غزنی زمینای من همین هموطنای تو گرفت، من در مناطق اونا آمدم پول دوستی زدم، در مناطق اونا مکاتب ساختم، از پول شخصی خودم از اروپا برایشون ارسال کردم که کودکاشون درس بخونه. اما مناطق من یک سرک پخته نداره، این مربوط حکومت میشد. اما من در ولایت دایکنده محروم ترین ولایت افغانستان هستم. من در یک سال 48 تا مکاتب با پول شخصی خودم ساختم. اما امکانات به دست هموطن من ایتونی که الان صحبت میکنی در مناطق چی جور کردی؟ از تفکر و تمدن فرهنگ خودت چی کردی؟ از دولتیش میگذاریم. خب یک سری چیزا متفاوته، اما این چیزی که گفتی حکومت ها میره و میایه. خب اما اینم بدان دوستی عزیز، هموطنی عزیز، همیشه اینم بدان. مثلا یک سری دوستای محترم ما میگه زبان پشتو هم زبان ملی بوده، چرا یاد نگرفته؟ خب این مشکل توی دوستی عزیز، فرهنگ سازی نکردی. مثلا چرا در مناطق همسایه من هموطن پشتونیم از زبان هزارگیر مثل بلبل صحبت میکنه؟ خب این از تمدن و فرهنگ ما فرهنگ سازی کردم، برای تو نشان دادن تمدن و فرهنگ و همپذیری را، اما تو این کار نکردی. یک مثلا اینم باید بدانی در افغانستان هیچی اگر به زور بگه تو را در بهشت میبرم کسی نمیره، این خودت میدانی و میفهمی. ما مثلا افغانا یک چیزی که داریم به اسم غیرت، اگر یک جایی به نفع ما باشه به زور وارد همون کار نمیشیم، اگر بهشت هم باشه. اینه بدان مثلا فرهنگ سازی باید بکنیم. ما هیچ وقت هموطن پشتو زبان ما که همسایه ما بوده، ببین کلش زبان هزارگیر مثل بلبل صحبت میکنه. خب ما برای اونا زور نداشتم، تحمیل نکردم، اما از فرهنگ و تمدن ما خوشش آمده که به زبان من مثل بلبل صحبت میکنه. بهتر یک دقیقه اجازه بده، اجازه بده. خود نوبت من دوست از ما توهین نکردم. باید اینقدر یک دقیقه جیار چی داشته باشی شنونده خوب باشه. او بچه پیش جیار خیر سلامتان دار. جواب داره بانک صحبت خود تکمیل بکنم. بفرما. جانی عزیز، من خب به کدام وطندار ما توهین نکردم. خب یک سری چیزا واقعیت است. مثلا یک سری هموطنای پشتو زبان ما مثلا میگه حکومت تا قیامت، یا میگه پشتون حکومت. اما تنهای پشتون محترم و عزیزی با افتخار من در مناطق تو مثلا افغانستان اولین جاهایشی که شروع میشه از مناطق توی مثلا امکانات داشتی، اما بزرگترین ضربه را تو خوردی هموطن پشتو زبان من. در مناطق از 100 نفر 1 نفر خط خوانده نمیتونه. در مناطق من محروم ترین جایش بامیانه، بچه 7 ساله من انگلیسی صحبت میکنه. خب اما در غارم زندگی میکنم، اما تمدن و فرهنگ مرا خودت میفهمی. از کل نقاط دنیا توریست میاد، اما بامیان ما با افتخار میاد
چون تمدن و فرهنگش دارم در غارم اگر زندگی میکنم اما در مناطق خودم امنیت وجود داره. در مناطق ما در طول تاریخ هیچ وقت نبوده که یک توریستی بیاد یا از ولایت‌های دیگه بیاد در مناطق ما درش یا مالش دزدی شونه یا تجاوز شونه یا به حرمتی شونه. خب از تمدن و فرهنگم است. اما اگر از لحاظ دولتی برای ما تحریم واصل شده، مثلا در زمان مکاتب حتی اینقدر ترسیدن کنکور سهمیه بندی کردن دوست عزیز. اما من در مناطق خودم از پول خودم خواستم هموطنای ما باسواد شده از خودم به خودم کردم، نه که برای من دولت هیچ کاری نکردن. حتی همون بودجه یک ولسوالی به ولایت من حتی نشده. فرقش اینه بدان در مناطق تو مکاتب خیالی بود پولا را میداد بالا میکشید، اما ما از جیب شخصی خود به مناطق خود مکاتب ساختم، بهداشت، همه چیزی من درسته. مثلا ما در مناطق محروم از لحاظ بودجه دولتی قرار داشتم، اما من بهداشت خودم دارم که در مناطق هم شهرنشینیت نداره. خب اینا از فرهنگ و تمدن و همپذیری ما است. ما هیچ وقت در مناطق هیچ هموطنی ما نه زور گفتم، نه در مناطقش مکاتبش زدم، نه کدام تجاوزی کردم، اما من همیشه از همپذیری و همبستگی صحبت کردم. اما یک سری دوستای عزیز ما الان از روی قنده ها رو اینا صحبت میکنه. اگر تاریخ هم مطالعه بکنی اونا مناطق و زمین بابا و اجداده من است. اما باز ما تو را هموطن میگم، اما تو همیشه مرا در نامردانه در ناجوان مردانه مرا شهید میسازید. گناه من چیست؟ من در کدام مناطق آمدم بر علیه ظلم کردم؟ اگر جنگی هم کردم ما از خودم دفاع کردم، دهه 70 اگر باشم از خودم دفاع کردم. اما اینم هموطنای ما بدانه ما هزارها کسایی هستیم هیچ وقت نه شروع کننده کدام جنگی بودیم، نه متعلق به کدام یک دقیقه اجازه بسازیم، نه متعلق به کدام کشوری بودیم. اما صحبتش تکمیل شد. اگر خود ما دفاع کردیم دفاع یک ذره تکمیل کو فشار جانی از اجازه بدی. ما همیشه دفاع هم اگر کردیم، اما اینم دوستای عزیز ما بدانه ما هزارها اولین کسایی بودیم در افغانستان که سلاح خود تسلیم دادیم، گفتیم الا یک حکومت آمده، جمهوریت آمده بیار، اولین کسایی بودیم دموکراسی را ما در افغانستان تمثیل کردیم. اما دوستای عزیز ما اینم بداند ما هزارها تا چیزی که داریم یک اتحادی داریم که این در تاریخ هم میدانید در افغانستان هم اتحاد ما را هیچ کی نداره. از لحاظ علم و قلم اینم خب میدانید که ما پیشتاز هستیم. اما دوستا یک دقیقه جانی عزیز هیچ وقت این کار را نکنید. اگر یک وقت ما مثلا کارت استخوان ما برسه، اگر قلم به تبدیل به سلاح کنیم، اون موقع از خود دفاع کردن میتونیم. اینم دوستا بداند. اما ما به همه اقوام افغانستان احترام داریم، بقیه اقوام از خود پایین نمیدانیم، به هزاره بودن خود افتخار میکنیم. تشکر. بسیار خوب، تشکر. سلام وطندار، فقط مرا کوتاه اجازه بده. تشکری میکنم از خودت. وقتی که ما میگیم که دیگر اقوام افغانستان از خود بالاتر پایینتر نمیدانیم، پس کوشش میکنیم که در بین صحبتای ما صحبتای توهین‌آمیز نباشه. یک قوم بستر بی فرهنگ گفتی در اینجا. بی فرهنگا چی کار کردن در افغانستان؟ بی فرهنگایی را که تو یاد کردی، او بی فرهنگا اینمی مکتب را که تو درس خواندی، اونمو مکتب اونمو بی فرهنگا بر تو آوردن. خب اونمو بی فرهنگا مکتب بر تو آوردن، مکتب بر تو باز کردن. و هیچ قوم از قوم دیگه بالاتر نیست. به هزاره بودنت افتخار میکنی، هر کس به قوم خود افتخار میکنه. ما هم افتخار میکنم، سلام وطندارم، شیر بچه‌ام به قوم خود افتخار میکنه. پس با فرهنگ و کسی هست که میره زبان یک زبان دیگر یاد میگیره، بلبل واره گپ میزنه. بی فرهنگ و کسی هست که او زبان یاد نمیگیره، هیچ زبان دیگر گپ زدن نمیتونه زبان طرف مقابله. پس در اینجا کوشش میکنیم به یک فرهنگ، به یک قوم، به یک سمت کوشش میکنیم که توهین نکنیم، کسی را بی فرهنگ نگوییم. که باز اگر بی فرهنگ بگی که من خودم که از خودتون باشم سر من تو بد میخوره. پس صحبت های توهین آمیز نکنیم. نه درست است. من زیاد صحبت نمیکنم چون میزبان هستم، بود وقت برنامه زیاد گرفتم میشه. شاید سر خود عریضه بکنم. سلام وطندار اجازه میدم. سلام وطندار بفرما. جانی عزیز، ما خوینم این بیادر مطلب شاید نفهمیدم که چی گفت و چرا گفت، به خاطر که چیزی که ما گفتیم او مطلق
مربوط زبان و قوم نمیشد تو مسئله افغانستان بود، در ارتباط به افغانستان گفتیم. اما این بیادر گفت که ما 60 دانه بند آب جور کردیم و 40 دانه مکتب جور کردیم و اونا را مسائل مالیش این آدم از جیب خود شخصی خود کمک میکنه. افتخار میکنیم با وجود بیادر. هر افغان، هر وطندار فکر میکنم سرما در افغانستان، کسایی که هستن سرما حق داره نظر به شرایطی که خودت داری بی کار کردی خانه پدرت آباد. ما میره میخوایم خودت یک گلگو باید باشی و اصل قهرمان خود خودت هستی. لالا جان ما برای خودت قهرمان از خاطر از این میگم که نمی قهرمان کار قهرمانی را کردی که مشکلاتی که مردمتان داشت حداقل هم قوم خیش خودتان که بوده در منطقه خودتان که بوده مشکلات از اونا را تانستین که رفع بسازید. اینمی گفتنش در لایف مثلا شما حداقل 60 دانه بند آب گفتین. من حیران ماندم که یک سال یک و نیم سال گذشته یک دو دانه بند آب جور شد در افغانستان. چقدر سر صدا را برپا کرد و در خودت خود کلان قهرمانی کردی. نه در کدام میدیا آمده، نه کدام خبری از خودت آمده. در کجا جور کردی؟ چه قسم جور کردی؟ بندای آبتون در کدام حد است؟ اگر کدام رای بسیار آسان و کم مصرف است حداقل او را که دیگر مردم هم شریک بساز که بتونن امی کار را که خودت کردی بکنن که مصدر خدمت به وطن و وطندار شوند. خانه پدرت آباد بیادر سلامت باشی. ما برای خود چیز گفتنی ندارم، فقط همه قدر که ما نیستیم بیادر، نه قوم پرست هستیم، نه به طرف زبان میدیم، یعنی به زبانی که خودت صحبت کردی به مو زبان صحبت کردیم. بعضی مشکلات هایی را که آدم میبینه باید صدا بالا بکنه و در موجه ما احساس کردم که امو دوست ما که آمده بود یک کمک زیاده روی میکرد و از او خاطر آمدم دیگه. من که در خود هیچ مشکل ندارم. لالای خان تشکر. جور باش سلام وطندار. و دومی که جیار عزیز هم یک دجان یک نفر که چیز جالدوزه میزنی همون سوزنش هم طاقت داشته باشه که خودت آمدی یک سرای جا توهین‌آمیز صحبت میکنی و از خود هیچ نمیگیم. ما در حکومت محقق داشتیم، خلیلی داشتیم، سرور دانش داشتیم و خیلی کسایی که ایره موتو و از نظر از نگاه قومی انتخاب کرده بودیم. ایره ما هیچ وقت نمیتونیم گفته که نه محقق و خلیلی و سرور دانش رفتن پشتون انتخاب کرد یا تاجیک انتخاب کرد. ایره هیچ وقتی کار نمیکنه تاجیک، هیچ وقتی پشتونی کار نمیکنه. موتو انتخابش کردیم، قوم موتو رو انتخاب کرد. تا امروز هیچ کار برای موتو نکرد. اگر امروز بیایم بگویم که من تحصیلاتم بالا رفته، ما خو نمیتونیم 4 تا جنایتکار اگر بگویم قتل عام شده، تمام مردم افغانستان قتل عام شده، ما نمیتونیم 4 تا جنایتکار با قوم پشتون خود ارتباط بدیم. اگر تو درس خواندی در آرامی تانیستی در اونجا درس بخوانی، حداقل اگر پشتون درس نخوند امنیت تو رو گرفته بود. پس نمیتونیم ما بیایم برف خود دبام مردم انداخته بریم. باز میگی که ما در طول تاریخ هیچ جنایت را یا هیچ جنگ را مرتکب نشدیم در افغانستان. از دهه 70 شمپوشی میکنی؟ در دهه 70 بزرگترین چیز ضرره که مردم افغانستان دید، خصوصا مردم کابل دید، اینقدر ضرره که دیدن، با میلیون ها انسان آواره شد، با هزاران انسان قتل عام شد. در این دست موتو شریک نبود؟ دست موتو در این نبود؟ من نمیفهم از اشخاصی که از یک تعداد، البته که امی مفکوره رو دارن، وقتی که میان در لایف والا میان شروع میکنن که از خودش شیر مادر واره پاک بکشن. چی رهبرشان است، چی کسی که در جانی که امروز از 9 بری شب و 12 و نیم بری شب کافیت کلیم. خب چیز است که شیر دیگه ما حوصله ما زیاد از بچش دیگه داد جگره که جانمون نمیفهمه که ما لایف های ما نمی رقمی است. رب در یک شب رخصتیز بیایو سو که اکسونه دیگه برو میدم میکنی نمیگه پس ما پاره. خیر امی جوابای ما خلاص شو. امی جواب ده 5 سال تش خلاص نمیشه. خب خیر ما حوصله‌اش زیاد داریم به خاطر که حوصله‌اش نداریم. ما تکلیف پیدا کنیم. چند نفر از این تیکتاک نه مرا جواب داده که فعلاش نمیشه. مرا جواب نداد. یک دقیقه چوب باش که من نمیشم دیگه بس سوار یک دقیقه گپ خدا بزنه. در گاییده نماسوبه یک گپ زدی که پیسه بگی خاله خب گاییده میته خب پیسه‌ش بگی مفت خو نگاییده. پیسه‌ش کی میکنی پیسه‌ش بگی پس هر کدوم از ما یک توهین میکنه پس بعد از یک قسم مفت مگریزه میره. حال تو شیر بگرام است یا موش بگرام؟ نه خیلی موش و سگ بگرام هستم. کمی الهی نیستم. تصویر مون زدگی، عکس مون زدگی، نام مون زدگی. نه دیگه اینا خدا بالا کشیدی. سگ بگرام نه موش بگرام است.
خب اما هر چیز که هست ما مر سر کسای زور میته. فکر تا نگی فکر تا بگی سعی باش. حالا تو اگه هستی گپ خوب میزنی، خراب میزنی، توهین میکنی، حمایت میکنی، هر چی میکنی، عکس تام از ویدیوی تام از نام تام از قواری تام از آدرس تام از کل چیز است. اما سر یک تعداد مر زور میته که نه عکسش است، نه نامش است، نه تذکیرش است، نه تخلصش است، هیچ چیزش نیست. یا خان مونده یا شیر مونده یا سگ مونده یا پشک مونده. خبر که گوزک تصویر تو کجا؟ اون کلام عکس مونده گیزم. او عکس چه کنیم؟ او عکس از یک جای دیگه آورده. بگی تصویر تو. این مرگ نام مده گوگل هم دی 40,000 تصویر تا بزن. گپای کس شیر مرا خوشم نمیاد که در گوگل تصویر تا بزن ترس نداری. گوزک مش باره میترسی آمدی در پشت پرده پچونی. توبه کردیم خدا. وی توبه کو دیگه. کم گناه میکردی که توبه نمیکردی. بگی تصویر تا بزن من بفهم که تو یک آدم تصویر میزنم یک تعداد بیناموسای که فورم که بگو تصویر تا بزن. بچه داو نزن به مردن دیگه. گوزو؟ من بعدم من در جای خوم هستم. دیدی تصویر من؟ کی بله هستی تو که قیافه هستی که کلر بالایی که هستم خواستم میرفم یک تعداد که من فرق کردم که تصویر شون نیست کس شیر گفتم میره. تاوزت کافر آمدی سر مردم گپ میزنی باز مردم توهین میکنی. از جاگه خوت آمدی گوزوک میگی تو میگی تصویر تا بزن خواهد در جای خوام بودم بخید امام در تشناب سکس هم باشد برتند میگم این تصویر من مرد برمه از تو شک هم نیست تو یک رقم کده خود عشق میکنی در تخت خواب خود عشق میکنم گفتم بی غیرت نیستم در صفحه مجازی بین پر 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 یه دکنی ازو پرتم رو دکنی ازو پرتم میچتا مسئولیتش معلوم نیست کی است. حالا باز تو دو سیم کارت هست یا یک سیم کارت؟ نه از من کس یک دانه انت پای روشان ورم دپل از یک داده دست بگی معلوم شد. استغفرالله چقدر بی تربیت هستی. من از تلفن گپ زدم گفتم تلفن دو سیم کارت است یا یک سیم کارت؟ تلفن ما دو سیم کارت است. آیفون است با آیفون 16 است. یک دقیقه پرد. خب جانی عزیز موضوع رفت پشت کار خود جیار عزیز. تشکر فهمیدم الان بارم خوش باشین. اما یه چیزایی هم که گفتی جانی عزیز ما یه وقت شروع کننده جنگی نبودیم دفاع حق مسلم ما بوده و از این بعد هم اگه مجبور شیم میکنیم. تشکر. انشالله جور باشید. باشه زنده باشید. دفاع گفت از هر کدامت که سوال میکنیم دفاع میشه. اگه از آمد مسعود خیلم که سوال میکنیم میگه ما دفاع کردیم. اگه از گلبودینم سوال میکنیم برادری نمیتونم میگم پیشتر تو میگی یک دونه قوم گفته داو میزنه مچ تو پس قوم گفته داو نزنه. یک دونه سگم پای تو را چک میکنه تو پس